رو به جلو. اسامی بازیکنان تیم البرز رو میخونم. خانواده‌های البرزی رو اینجا می‌بینیم حضور پیدا کردن. سعی می‌کنه از بیرون محوطه میاد داخل با دریبل زیبا و اولین شایگان بهرامزاده بازیکن کلیدی خراسان رضوی. صادقی، فرهام، بهرامزاده میزه توپ رو میاد از زیر حلقه تلاش و اولین دو امتیازی خراسان رضوی. اولین توپی که تو حضور پیدا کرده در کنار ما هستن. حمله شایگان بهرامزاده میاد داخل محوطه زیر حلقه خودشو میرسونه یه پرتاب و امتیازشو گرفت. مراقب باشن مشهدی‌ها امتیاز از دست ندن. سری پوشان خراسان رضوی از بیرون حلقه از بیرون محوطه یه پرتاب سه امتیازی چقدر زیبا بود. 37-40 تفاضل پایین. یه پرتاب سه امتیازی عالی بود، عالی بود از شایگان بهرامزاده. این شایگان بهرامزاده نفوذ توپو برمیگردونه بیرون، باز به خودش میرسه یه پرتاب سه امتیازی شیرین. 35-44 رو داریم اینجا. رادی میکشه جلو پاس میده به شایگان بهرامزاده از بیرون محوطه سه امتیازی شیرین. 43-48 چقدر خوب بودیم. تهران رو شاهدش هستیم. دست‌ها کنار کمر، مغرور و خرسند از نتیجه‌ای که تا الان کسب شد از بیرون محوطه پرتاب سه امتیازی و 59-74 خطا صورت گرفت.